یکی از این 8 در ریان، باب ریان، مخصوص روزدارانه. هر دولنگه اون بازه. آخرین نفر از روزدارانی که از در ریان وارد شدن در دشت محشر صدا میزنن این الصائمون، روزداران امت محمد صلی الله علیه وسلم کجا؟ اونهایی که کامل روزه گرفتن دستشون رو بلند میکنن، از در ریان وارد میشوند و اون در دیگه بسته خواهد شد. اما جهنم دارای درکاته، از اینجا شروع میشه پایین 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 تا میرسه به قعر جهنم که اسمش درک اسفل السافلینه و جایگاه منافقین و کفاره. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. پناه به خدا از این که من و تو نفاق داشته باشیم و در قعر جهنم و درک اسفل السافلین قرار بگیریم. آیا رمضان رحمت خدا نیست؟ اگر قرار بود خداوند ما را با جهنمش و خشم و غضبش بسوزاند، پس فرستادن ماه رمضان چه توجیهی داشت؟ چه تفسیری داشت؟ این فرصت عمره. دوستانی رو قبل از رمضان دفن کردیم، دوستانی رو قبل از رمضان دفن کردیم. دوست داشتن روزه بگیرن، عمر کفاف نکرد. از این فرصت حد اکثر استفاده رو ببریم. تزودوا فإن خیر الزاد التقوی. توشه بگیرید، بهترین توشه تقواست.